بیناکاران یک مکتب در دهه درخان ناحیه دوشتیج عزم دارند که تا آغاز سال نوی خوانیش ساختمان صنفخانه‌های علاوگی را به پایان رسانند. زیرا شمار مکتب بچه ها در حال افزایش و جای برای آنها ناکافی است. خرج ساختمان از حساب مردم محل و با حشر ساکنان آن جریان دارد. با این حشر تمام مردم دهه درخان، کلکتیو آموزگاران، رئیسان خواجگی روانه کرده شده. نقشه هست این در سال خوانشی آغاز 2024-25 اگر اینو ساخته با استفاده دهیم، سال آینده 2026-27 با نقشه هست که دوامش دهیم بکنیم. این مکتب در زمان شوروی ساخته شده و همه بینایش یک آشیانه است. در نتیجه تشخیص معماران برای ساختمان صنفخانه‌های علاوگی در بالای آن مقامات محلی اجازه داده است. حالا در اینجا 800 نفر تحصیل می‌کنند. همچنین مکتب تا حالا بینای ورزشگاه هم نداشته است و در فصل زمستان مکتب بچگان در صنفخانه‌ها درس تربیت جسمانی را می‌گذراندند. اساساً سهم مهاجرای همون دهه که خودشون طلب کردن که ما در دهه اول یکم نوبت تالار ورزشی برای جوانان همون دیار ساختمان را میکنیم. پس از اون صنفخانه‌های علاوگی که ما دو لایحه بیکار شد، من حاضر 15 تا صنفخانه علاوگی و از نو برقرار کنی همون مؤسسه رو من حاضر دوام دادیم. این کارها را حاضر شناس میشوید. اساساً با تشبس جوانان همین کارها ادامه دارد. تنها این مکتب دهه درخان ناحیه دوشتیج نیست که از حساب پول مردم ساخته می شود. در سال 2024 بیش از 40 مؤسسه تعلیمی شهر و نواحی ولایت سوخت از حساب ساکنان و والدان تعمیر و از نوسازی می شود و چندین صاحبکار محلی برای تامین درسخانه عزم کردند که در منطقهشان بینای مؤسسه تعلیمی بنیاد کنند. اینا باعث خرسندی می باشد که 2 سال اخیر همین مسئله بسیار هم شهروندان ما سخت اهمیت دادن. حتی از نوعی است 2 نفر آموزگار زن مبلغ حج خودشون برای همین تعمیر جوری مکتب برای بنا کردن صنفخانه علاوگی بخشیدن. ساختمان و نوسازی چند مکتب دیگر هم از حساب حکومت‌های محلی و سازمان‌های بین‌المللی جریان دارد، ولی نظر به تشبس ساکنان به مراتب کمتر است. این در حالی است که تامینات اهالی با آموزش از وظیفه اولین درجه حکومت و دولت حسابیده می شود و مسئولان وزارت معارف و علم میگویند که با دست دادن امکانات مبلغ بودجه سال به سال این مشکل حل می شود. با این وجود در ولایت سوخت بیش از 100 مؤسسه تعلیمی نیاز به تعمیر و از نوسازی دارد و در چندین مکتب طالب علمان درس بست می‌خوانند. ظاهراً این وضع ساکنان را مجبور کرده است که پی بنیاد تعلیمگاه‌ها گردند تا فرزندانشان از کسب علم قفا نمانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیج.